دل درد گرفتی نه؟ من 100 بار به تو نگفتم توی رستورانای بین راهی ها غذا نخورین، اینا نظافت رعایت نمیکنن؟ کی منم بکشنم جایی که نظافتش 100% رعایت نشه، مر بهداشت و لوازم و خوردنیاشون نباشه، میرم اونجا چی بخورم؟ حال تو برو دارخونه مش دارو بگیر بخور باشه. یه شده. چطور شده ننه؟ آب قطع شده ننه. آب قطع شده ها؟ خیلی خب حالا میام درستش میکنم. هیچ چیکار کن میگه آب قطع شده. باشه خیلی خوب، رسیدی شیراز میبینمت. خداحافظ. چه اداره بهداشت من نمیدونم چیکار میکنه. مردم از تشنگی بابا.